منتخب‌های فوتبال زیر 19 ساله تاجیکستان و ازبکستان بازی رفیقانه خود را در ورزشگاه 20 سالگی استقلالات دولتی شهر خوجند ولایت سوخت برگزار نمودند. هر دو جانب از ابتدا برای رسیدن به هدف نهایی خود که به دست آوردن غلبه در این دیدار رفیقانه بود تلاش ورزیدند. شاگردان مبین ارگشو با یک آمادگی خوب به میدان وارد شدند و در پیت اول دیدار یک چند امکانیت‌های مساعد گلزنی را نیز تشکیل نمودند، اما وضعیت‌های به عمل آورده را ثمرناک استفاده برده نتوانستند. قسمت اولی بازی بدون زدن گل به انجام رسید. بعد از تنفس هرچند فوتبالبازان جوان ما برتری داشتند، اما همسالانشان از فارغبالی قسمت محافظت رقیب استفاده برده و زدن یک گل دست یافتند. در دقیقه 53 واخوری پرتاف از کنار میدان را فوتبالبازی منتخب 19 ساله ازبکستان اولوغبек هاشیمов توسط ضربه سر به گل تبدیل داده تیم ملی کشورش را به پیش برآورد. در جواب به این گل فوتبالبازان منتخب 19 ساله کشور ما نیز به زدن گل دست یافتند، اما داوران با علت نابازی آن را به این نوبت نگرفتند. همین طور رقابت رفیقانه دسته‌های فوتبال تا 19 ساله تاجیکستان و ازبکستان 0-1 به سود مهمانان به انجام رسید.